السلام علیکم خوانندگان محترم. با شما امروز دایر به عملهای اریتمتیکی یعنی از فن متمتیک درس میگذاریم. عملهای اریتمتیکی با عددهای بتون. برای آنکه ما عملهای اریتمتیکی رو با عددهای بتون اجرا کنیم، پیش از همه عددها رو جدا کرده توانستن لازم است. عددها هم عددهای بتون هم مثبت و هم منفی شده می توانند. برای اون که ما عددهای مثبت و عددهای منفی رو فهمیم، برای فهمیدن اون در پیش هر یک عددی مثبت علامت پلس و در پیش عددهای منفی عددهای مینوس گذاشته می شود. عملهای اجرا میکردگی ما با اجرایش عملها از همین علامت پلس و علامت مینوس سر می شود. حاضر ما در تخته صنف یک مثال نوشته اون رو با اجرا عملهای اریتمتیکی رو اجرا می نماییم. بچه‌های عزیز، برای اون که ما همین عمل رو که در اینجا عملهای اریتمتیکی با همین عددها نشان داشته اجرا نماییم، هر یک عددی داده شده که در جمع شوندهای بالا برابری بالا نشان داشته است ما نگاه میکنیم. در داخل قوس عدد پلس 13 نوشته شده است. این عدد مثبت یعنی عدد مثبت بتون. پلس 29 نوشته شده است. این عدد مثبت بتون. پلس 40 نوشته شده است. این عدد مثبت بتون. در اعضای دوم علامت مینوس 17 نوشته شده است که این عدد منفی است. در چهارم اعضای چهارم باز مینوس 1 نوشته شده است که این عدد منفی است. در اینجا مینوس 18 نوشته شده است که عدد منفی است. برای اینکه در اینجا عملها اجرا کرده شود، پیش از همه ما باید که از قوس هایی که داخل ده هست جدا شدن منده کار، آزاد شدن منده کار. برای اینکه از قوس ها آزاد شویم، ما درس‌های در پیش گذشته‌مون که گذشته بودیم اوید عملها، همین عملها رو می‌بینیم. ما 4 نمودی اجرایش می‌بینیم. یکم گذاشته برای شما اینا یکم میگذارم و می‌نویسم که عدد پلس ضرب پلس، یعنی اگر ما پلس رو با پلس ضرب کنیم با علامت پلس حاصل می‌شود. دوم، اگر علامت مینوس رو با علامت مینوس ضرب کنیم علامت پلس حاصل می‌شود. سوم، اگر ما علامت مینوس رو با علامت پلس ضرب کنیم مینوس حاصل می شود. چهارم، اگر ما پلس رو با علامت مینوس ضرب کنیم باز مینوس حاصل می شود. از روی همین 4 نشان دادی که در بالا نشان داده شده است، عمل‌های در بالا نشان داده شده حل کرده می شود. چطوری که معلوم است در اینجا پیش از علامت بعد قوس یگون علامت درج نگشته است. یگون علامت درج نگشته است. این وقتی که یگون علامت درج نگشته باشد این معنی اون دارد که اینجا علامت پلس است. یعنی ما همین پلس همین جره همین پلس رو با این پلس ضرب کردن من در کره. هنگامی همین پلس رو با این پلس ضرب کردن ما نگاه میکنیم که در اینجا پلس با پلس ضرب شد، علامت پلس حاصل شد. ما برابر مونده می نویسیم، قوس رو میکشیم می نویسیم پلس. از بس که علامت پلس رو هم نوشتن ممکن است هم نو نوشتن ممکن است. در اولی جمله ما اول پلس رو نمی نویسیم، یک عباره می نویسیم 13. بعد این نگاه میکنیم که در اینجا علامت مینوس است، داخل قوس در علامت مینوس. با این مینوس رو با مینوس ضرب میکنیم. مینوس رو هنگامی با مینوس ضرب کردن نگاه کنیم در نوشتجات دوممون مینوس رو با مینوس ضرب کردن علامت پلس حاصل می شود. پلس گذاشته 17 رو می نویسیم. در جمع شونده سیوم علامت پلس رو با پلس ضرب کردن در کار. باز علامت پلس رو با پلس ضرب کردن نگاه کنید با نوشتجات یکم نگرین در اینجا پلس با پلس حاصل شده است. پلس 29 می نویسیم. در جمع شونده سیوم علامت مینوس است، با مینوس ضرب کردن لازم می شود. هنگامی مینوس رو با مینوس ضرب کردن نگاه کنیم در نوشتجات دوم پلس حاصل می شود. ما علامت پلس رو می نویسیم 1 می نویسیم. در نوشتجات پنجم
علامت مینوس رو با پیلوس ضرب کنیم. در اینجا در نوشتجات سیوم مینوس رو اگر با پیلوس ضرب کنیم مینوس حاصل می شود. مینوس می نویسیم مینوسی 40. در نوشتجات پنجم علامت پیلوس نوشته شده است. پیلوس رو با مینوس ضرب کنیم می شود. پیلوس و مینوس موافق نوشتجات چهارم این با مینوس برابر مینوس 18. اینجا این ضربی 3 از بس که 3 در داخل قوس است و در نزدش علامت پیلوس است ما میتونیم که قوس ها رو ننویسیم برابر. در داخل قوس ما بینید چطوری که میبینیم عدد های 13 17 29 1 حاصل شدن که در نزد اونها علامت پیلوس است. ما خیلی که معلوم است این عددها وقتی که در مابینش علامت پیلوس است ما باید این عددها رو جمع کنیم. ما این عددها رو جمع میکنیم. 13 رو با 17 جمع کنیم 30 حاصل می شود. 29 رو با 1 جمع کنیم 30 حاصل می شود. 30 رو با 30 jam کنیم عدد 60 حاصل می شود. دو عدد باقی مانده ای که در نزد ما مانده است این عدد مینوسی 40 و مینوسی 18 است. یعنی ما عددهای منفی رو با هم جمع میکنیم. چطوری که ما میدونستیم هنگام جمع کردن عددهای منفی عدد منفی رو می نوشتیم و خودشون رو جمع میکردیم. یعنی 40 رو با 18 جمع کنیم حاصل می شود 58. این قسم ضربی 3 برابر. اکنون از 60 58 اگر ما ترک کنیم 2 حاصل می شود. اینجا 3 می ماند. 2 رو با 3 ضرب کنیم 6 می شود. همین طریق ما مثالی که در بالا نشان داده شده رو حل کرده جواب اون رو حاصل کردیم. برای بچه‌هایی که در مکتب‌های اولی داخل می شوند و در جواب مثال تست است و در تست 5 سوال یا که 5 جواب یا 4 جواب نشون داشته است همین جواب حاصل شده رو با جواب درستی تستی مقایسه کرده جواب مثال رو می‌یابند. برای اون که ما مثالی در بالا حاصل شده رو فهمیدیم برای مستحکم کردن اون که اگر به شرطی که در عمل ضرب و تقسیم بیاید در بالا عملهای جمع و طرح بود در پایان عملهای ضرب و برای این مثال رو حل کردن در اینجا 4 اعداد 4 ضرب شونده نشان داده شده است که هر یک ضرب شونده ما با علامت های گوناگون است. این ضرب شونده یکم با علامت مینوس است، ضرب شونده دوم با علامت مینوس، ضرب شونده سوم با علامت پیلوس، ضرب شونده چهارم با علامت مینوس است. برای معین کردن علامت پیش از همه با ما لازم می شود که همین ضرب شونده یکم و دوم علامت چه معین کنیم که علامت وای چند می شود. علامت یکمش مینوس است، دومش مینوس است. هر دی اگر مینوس رو با مینوس ضرب کنیم چطوری که در نشان داد دوم ما بود این علامت پیلوس حاصل می شود. در اعضای سوم و چهارم علامت یکمش پیلوس است، علامت دومش مینوس است. ما پیلوس رو با مینوس ضرب کنیم در اینجا علامت مینوس حاصل می شود. ما از 4 علامت در بالا نشان داده شده با 2 علامت برگشتیم. اکنون برای علامت آخرون معین کردن ما همین علامت پیلوس رو با علامت مینوس ضرب میکنیم که در اینجا پیلوس رو با مینوس ضرب کنیم علامت مینوس حاصل میشود. بعد علامت رو معین کردن عددهای 13 ضرب 11 ضرب 7 ضرب 3 رو نوشته این رو با عدد مینوس 3 تقسیم میکنیم. ما میتوانیم که قوس رو نویسیم میتوانیم قوس رو ننویسیم. من میرم با مینوس 3 تقسیم میکنم. 13 و 11 رو ضرب کردم میابیم که 13 و 11 هنگام ضرب کردن این 13 میشود با 13 میشود. اگر ضرب کنیم 143 میشود 143 میشود. پیش از اون که عدد آینده را ضرب کنم این عدد آینده 21 می شود ضرب کنم من در اینجا با علامت رو معین میکنم. اینجا علامت مینوس است
این علامت رو با این علامت مینوسی آینده ضرب کنیم علامت پلوس حاصل میشه. بنابراین در پیش عدد علامت پلوس رو می نویسم. ضرب تقسیمی اینجا 3 می نویسم برابر. اکنون عدد 143 رو ما باید با 21 ضرب کنیم و با 3 تقسیم. از بس که عدد 21 با 3 تقسیم می شود، من 21 رو با 3 تقسیم می کنم. 143 رو خودش می نویسم. 21 با 3 7 می رسد. 143 رو با 7 ضرب می کنم. 7 اگر ضرب کنیم 143 رو با 7 ضرب کنیم 7 کره 3 21 می شود 2 بیاد. 7 کره 4 28 می شود 3 بیاد. 7 کره 1 7 می شود 10. اینجا عدد 1001 حاصل می شود. چطوری که ما می بینیم در اینجا برای ضرب کردن تقسیم کردن عمل فقط باز از همون نوشته جاتویی که ما در بالا قید کرده بودیم حاصل کرده ممکن است. برای اون که همین نوشته جاتوی بالای یکم و دویم و سوم و چهارم ما رو با یاد گرفتن از همه بهترش یک چیز رو دانستن لازم است. ما همین پلوس رو با پلوس ضرب کردن همین دیگه خیلی هم فهموندن ممکن است که ما با یاد گیریم. پلوس این دوست، اینش دوست. این گفتنی گپ است که دوستی من است. مینوس رو اگر دشمن گوییم دشمنی من دوستی من است. اگر همین ifade رو گفتار رو در مثال سوم گوییم این میشه دوستی من دشمنی من است. در ifade چهارم دشمنی من است. برای همین از همین ifade های پلوس و مینوس رو همین خیلی باید گرفته هم ممکن است. بسیار موردها عددهای منفی و عددهای مثبت رو برای باید گرفتن که آینده فراموش نکنیم دیگه خیلی هم گفتم ممکن است. مثال عدد مینوسی 17 از عدد 17 با اون فرق میکند که چنونی که موضوع ما گفته گذاشته عدد مینوسی 17 این گفتنی گپ که ما 17 سامانی قرض داریم از یکون شخص. پلوس 17 این گفتنی گپ که ما 17 سامانی در جیبمون داریم. یعنی همین دو ifade اگر ما به شرط که همین دو گفتار رو باید بیاریم ما دویم عملها رو با عددهای منفی و مثبت درست حل کرده میتونیم.